این هفته خبر تو خبر داره براتون از یه سیلی سنگین 2 میلیارد دلاری که خورد تو گوش عمود خیمه نظام و صدای آخ و اوخش به شکل استریو از هر دوتا جناح نظام بلند شد. البته یه فایده برای عظما داشت، دیگه لازم نیست فکر کنه که تو این اوضاع بریخت چه خاکی مناسب تره که تو سرش بریزه. خود خاک رو سرش خالی شد. مثل همیشه اولش یه بندی آب داده شد و چیزی که از بسیجی‌ها غایب کرده بودن لو رفت. معلوم شد داستان پولای ضبط شده تو آمریکا بیخدار بوده ولی صداشو در نمی آوردن. متاسفانه این یک تحول قدیمیه که آخرین مرحله دادرسیش در روزهای گذشته شکل گرفت. بعد نوبت هارت و پورت از راه دور و ژست بسیجی گورزن رسید. اگر ما هم بتونیم در جای از به صورت قانونی اموال آمریکا رو دسترسی داشته باشیم، خب میتونیم عمل متقابل رو انجام بدیم. بعد کی بود من نبودم شروع شد. ظریف یواشی فضاحت 2 میلیارد دلاری رو قل داد تو زمین عظما. متاسفانه یک بی‌احتیاطی در یک مقطعی صورت گرفته و این بی‌احتیاطی منجر شده به اینکه اموال ما در اختیار دادگاه‌های آمریکایی قرار گرفت. 2 رأی در سالهای گذشته صادر شد. بعد بی ثمر موندن خواهش و التماس‌های ظریف. ما امروز بعد از دیدار جان کری خبر طرح جدید ادرویس رو داشتیم که در رسانه‌ها هم منتشر شد. 1 ساعت بعد تقریبا رأی دیوان عالی برای 2 میلیارد دلار ایرانی ها مطرح شد. واکنش هیئت ایرانی به این 2 طرح چی بوده؟ در طرح اول به نظر میرسه که اصلا بعد از دیدار آقای ظریف و کری قوت خیلی بیشتری گرفته در کنگره و اونطور که شواهد و قرائن نشون میده طرح بسیار جدی هست. خلاصه معلوم شد قضایا اصلا اونطور که اولش کوچیک به نظر می اومدن نبودن. فشار تحریم‌ها فقط نفس این خبرنگار رژیم رو بند نیاورده. مترجم وزارت خارجه‌شون هم برای هر یک کلمه حرف زدن 3 بار عقب جلو میکنه. کشور هستش چرا که حدود 2 میلیون انسان در ما در شنگن بسیار سخت است. تیویریش به فرمونده عظماش الاغچی رو کشون جلوی دوربین و تقصیرها رو انداخت گردن وزارت خارجه و عرق الاغچی رو در آورد. تحریم استفاده از به قول معروف سیستم مالی آمریکا، سیستم یوترن که سیستم معروفی هست، این تحریمی هستش که تحریم هسته‌ای نیست، تحریم اولیه هست. این تحریم وجود داره، طبق برجام برداشته نمیشه. الاغچی هم مثل همیشه یک کمی که رفت زیر فشار شروع کرد بند رو آب دادن. بهش گفتن این حرفا چی بود که رئیس بانک مرکزی زد؟ این که زیرا به حرفای روحانی رو زد. در حقیقت آقای دکتر سیف در پی یک مأموریتی بودند که میشه به نوعی اسمش گذاشت دیپلماسی بانکی، که ما باید در دیپلماسی مخاطب رو بتونیم تشخیص بدیم که این مخاطب کی هست و با چه هدفی داره باش صحبت میشه. در امر دیپلماسی به طور کلی مخاطب خارجی با مخاطب داخلی فرق میکنه. این نباید در داخل کشور به نوع دیگری برای مخاطب داخلی به اصطلاح در نظر گرفته بشه. خلاصه حرفش اینه که موشکی که خواستیم باش قمپوز در کنیم شد مایه دردسر و خاک تو سری. کابوس ماهواره از کله عظما و جک و جونوراش نمیپره. از این پوسترها این طرف و اون طرف چسبوندن که با خون و چنگ و دندان دشمن ز خانه راندیم، اما به ماهواره تا خانه اش کشاندیم. ولی دلشون آروم نگرفت، خرچنگ نظام رو وارد کردن با بروزترین ارشادات جوون پسند. هر کی این حرفا رو بشنوه همین الان میره میپره رو دیش و ماهواره‌ای که اسیرش کرده. چی شد جهنمی شدید؟ دوستانی که انحراف عملی دارند، نشستن پای برنامه‌های ماهواره‌ای، نشست و برخاست داشتیم با جوان بیچاره‌ای که
میگه فیلم باحال بیچارمون کرد. فیلم باحال بیچارمون کرد. انحراف عملی هم هر کی داشته باشه دوست ناسالمه. این خرچنگ میگه فیلم نگاه نکنین، یه دایناسور پلاسیدم دارن که یه قدم از این جلوتر میره. نمایشگاه کتاب رو در پیش داریم. کشورها فرهنگشون رو اینجوری تزریق میکنن به کشور ما. حواستون جمع باشه مسئولین، اگر یک کتاب گمراه کننده در این نمایشگاه باشد، من میگم یک دونه باشد و اون جوان بگیرد به خانه ببرد، خودش، برادران و خواهران و پدر و مادرش گمراه بشن، شما تا قیامت گرفتار عذاب الهی خواهید بود. شوخی نداره. چقدر قدرت کنترل رو دارید، چقدر این کتاب ها رو دونه بدونه میتونید ورق بزنید و شناسایی کنید. من دورانی که در سپاه بودم بعضی رو مأمور کردم، گفتم برید ببینید چه کتاب هایی عرضه میشه. آمدن گفتن کتاب هایی در بین این کتب هست گمراه کننده، الهادی، ضد انقلاب. خب این چه نشد؟ اصلا از خیرش گذشتیم. ما نمیخوام پوز بدیم، نمیخوایم، اصلا نمایشگاه کتاب نمیخوایم. گاهی عنوان میکنن که مردم آزادن. بله ما هم میگیم مردم آزادن، اما آزادی محدود دارن، آزادی مطلق ندارن. اون آزادی که یک فرد بخواد داشته باشه و وزن نظام رو پایین بیاره، حتی که انقلاب کنه، این آزادی ممنوعه. بسیجی‌ها بعد از شنیدن این همه تهدیداتی که از چپ و چهار سمت احاطه‌شون کرده رفتن تو آماده باش این شکلی. به نظر میرسه یه چند قطره از جام زهری که به حلق عظما ریختن تو گلوی بعضی ماده‌های رژیم هم پریده و روی آهنگا و حرکاتشون تأثیر گذاشته. این شما و این نوع خون پسابرجامی حاجی دمیس. هر کی با تو بود معراجی شده، هر کی با تو بود معراجی شده، هر کی بی تو بود اخراجی شده، هر کی بی تو بود اخراجی شده، هر کی دور تو چرخیده حاجی شده، هر کی دور تو چرخیده، هر کی بی تو بود اخراجی شده، هر کی دور تو چرخیده حاجی شده، هر کی دور تو. حالا لطفاً کمربنداتون رو محکم ببندید که بریم یه دیدار کوتاه از جوراسیک پارک نظام داشته باشیم. یک بار می‌خواستن برای سیمینار یونجه برن اسپانیا. واقعا الان جاش نیست. جان مردم در خطر است. 300 میلیارد چیزی نیست. مسائل و گره‌های اصلی کشور. آقا من وقت دارم. من وقت دارم، اجازه دارم بر اساس وقتی که دارم صحبت کنم. حالا اگر بحث بنده به ذائقه هستالی سازگار نیست، نه چه سازگار؟ تو موافق هستی چه سازگار نیست؟ من دارم صحبت میکنم، اجازه دارم در زمانی که آیین‌نامه اجازه داده صحبت. اما این هفته در خانه وحوش چه خبر بوده؟ براتون از یه اتفاق مجلسی سینمایی بگم. امروز در این سالن یک میهمان ویژه به تماشای یک فیلم ویژه نشست در حضور رئیس مجلس شورای اسلامی آقای دکتر علی لاریجانی و البته آقای مجیدی کارگردان این فیلم و جمعی از اهالی سینما پخش شد و البته احتمالاً برای رئیس مجلس حسابی هم تاثیرگذار. چی شد؟ مجلس و سینما؟ مگه این همون نظامی نیست که خرچنگ نماز جمعش میگه فیلم تماشا نکنین، دایناسور پلاسیدش هم میگه کتاب نخونین مگر اینکه پاسدارایی که من فرستادم اجازه داده باشن؟ حالا چطوری یه مرتبه علاقمند به سینما شدن؟ هیچی،
داستان یه قرارداد بین دزدی که اسم خودش رو گذاشته کارگردان با یکی از رئیس دزدا. قرارداد این بوده این بادمجون دورقابچینه از لاریجانی تعریف کنه، لاریجانی هم بهش پول بده. جناب آقای لاریجانی همیشه این تعامل بوده، یعنی تعامل بین هنرمندا. خب خیلی وقتا هم رسانه‌ای نمیشه. ما جلسات برخا سینماگران جلسات زیادی با جناب آقای لاریجانی داشتیم و ایشون پیش از ساخت فیلم با ایشون جلسه داشتی؟ بله در طول متن سناریو رو خدمت جناب آقای لاریجانی قبل از برای فیلم رو فرستادم. در طول فیلم به هر حال خدمت ایشون رسیدیم و در واقع از راهنمایی و از به هر حال حمایت هایی که به هر حال چه معنوی چه به هر حال پشتوانه‌های لوجستیکی به هر حال ایشون استفاده کردیم و ایشون خب خود شهرک رو اومدن بازدید داشتن منتها بدون رسانه‌ای دیگه، یعنی در واقع اومدن در واقع براشون گفتم ایشون فارغ از اصلا بحث جایگاه خودشون علاقه خود خیلی ویژه به ساحت در واقع فرهنگ و هنر دارن. آها، پس علت چیدمان بادمجون دور قاب پشتوانه‌های لوجستیکی ایشون بوده. فقط یه سوال باقی میمونه، این خاص خرجی‌هایی که مجلس میکنه پولش رو از کجا میاره؟ این پشتوانه‌های لوجستیکی بالاخره باید از یه جایی تامین بشن دیگه. آخوند M&M یعنی مصباح مقدم در مورد یکی از طرح‌های مجلس صاف محل تامین پشتوانه‌های لوجستیکی رو لو میده. ببینید از در منابع ما اتکا کرده این به دو منبع. این دو منبع حساب پسنداز و حساب جاری. سال گذشته بانک مرکزی حساب پسنداز و جاری کی؟ مردم. همه مردم. حساب پسنداز و جاری همه مردم نزد بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری. یکی دیگه از برنامه‌های خیلی ارزشی تیوی ریش اسمش هست فرماندهان. هرچی تروریست و قاتل این تو معرفی میشن. اینجا یکیشون از خاطراتش میگه و ما رو به عمق شعور بسیجی آشنا میکنه. داخل اتاق شدیم و سلام علیکم نشستیم، ما یهودیم یه فرمانداریه ستیقه کرده قشنگ حسابی، یک دونه سیبیل هم گفتیم حاج احمد این فرمانداره؟ گفت آره. ما رفتیم یه کناری مثلا کنار یه مبلی نشستیم، حاج احمد و این فرماندار نشستن با هم صحبت می‌کردن ولی حواسشون به ما بود. ما همه با هم صحبت می‌کردیم گفتیم این چه فرمانداری؟ خب اون موقع همه ریش داشتن، حالا فرماندار بود، فرمانده سپاه بود، بسیج بود، هر کی بود ریش داشت، ولی این چه فرمانداری؟ ما گفتیم ضد انقلابه. درصد یه روز بچه‌ها تصمیم گرفتن این فرماندار رو بزننش از این پاوه بیرون. کینه شتوری شنیده بودیم ولی شعور شتوری اینها دیدنی تره که فقط به خاطر اینکه طرف ریش نداره میزننش که از شهر بیرونش کنن. حالا این نظام که اینقدر طرفدار فرهنگه که رئیس مجلسش خرج فیلم اون دزد رو میده، به میراث فرهنگی پاسارگارد که میرسه یه جور دیگه میشه. تو حیطه این بنای تاریخی کارخونه رب گوجه فرنگی میسازه. اینهاش دستپخت میراث فرهنگی فارس برای مجموعه جهانی پاسارگاد، ساخت کارخانه رب گوجه در حریم بصری مجموعه. حالا داستان چیه؟ هیچی. اینجا هم همون فرمول عام نظام عمل میکنه، منتها این دفعه صاحب کارخونه پشتیبانی لوجستیکی میراث فرهنگی رو به عهده گرفته و داده حسابی خوردن تا اجازه رو برای صادر کردن. اینم حرفای صاحب کارخونه. من سال 86 هم میراث مجوز گرفتم، تازه پولم به حسابشون ریختم. سکانس پایانی مربوط به یک چوپان باصفای همه کاره است که کار دامداری، هنر رقص و مهارت آکروباتیک حفظ تعادل رو با هم به نمایش میذاره.